خدمات مطبوعات شهرداری دوشنبه روز 3 سپتامبر سال 2022 خبر داد که در عرفه سالگرد استقلال تاجیکستان شهردار پایتخت رستم امامعلی قرار ویژه‌ای درباره جدا نمودن مبلغ برای کمک به قشرهای نیازمند اهالی به امضا رسانیده است. گفته می شود که بر اساس این قرار در مجموع به 5000 نفر از جمله به اشتراکچیان و معیوبان جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 شخصان به آنها برابر گردیده شده، یتیمان کل مؤسسه دولتی تحصیلات برای کودکان یتیم و بیپرستار، اینچنین کارمندان مؤسسه های راهسازی شهر دوشنبه کمک های پولی و مادی رسانیده شد. همچنین در اساس این قرار رئیسان ناحیه های شهر دوشنبه موظف گردیدند که در عرفه تجلیل جشن استقلال دولتی جهت رسانیدن کمک مادی به یتیمان و بیپرستاران و شخصان یکه و تنها تدبیرها اندیشند. شهرداری دوشنبه با نشر این خبر تاکید کرده است که غمخواری در حق یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم بضاعت، شخصان نیازمند و دستگیری آنها در سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله سمت‌های مهم بوده. در تمام قلمرو مملکت گروه‌های ذکر شده اهالی از هر یک اقدام جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی بهره مند می‌گردند. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان که 34 سال دارد، از ماه ینور سال 2017 اینک قریب 6 سال باز رئیس شهر دوشنبه پایتخت و بزرگترین شهر این جمهوری است. رستم امامعلی را وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می‌شمارند.